ما ایرانی‌ها یه جمله معروف داریم که میگیم اگه منم این همه آرایش کنم از این خوشگل‌تر میشم. امروز با هم میخوایم با 10 تا از زیباترین مجری‌های دنیا بیشتر آشنا بشیم. البته ما 2 تا مجری زیبا داریم خودمون که یکیش آقا پیمان و یکیش هم آقا جواد. نفر اول لیستمون خانم ملیسا توریو فرانسوی هستن که متولد سال 1978 و ایشون روزنامه‌نگار و گوینده اخبار شبکه M6 فرانسه. چندین بار به عنوان زیباترین گوینده اخبار انتخاب شده و الان گوینده خبر منطقه ممنوعه توی تلویزیون فرانسه هستن. به گفته برخی از شبکه‌های اجتماعی اسم دیگه خانم ملیسا توریو میترا طاهری هستش که پدر ایرانی و مادر فرانسوی داره و میگن ایشون یه بار توی زمانی که فقط 3 سال سن داشتن به ایران سفر کردن. ملیسا خانم توی سال 2008 با یک کمدین فرانسوی مراکشی به نام جمال دبوزی نامزد شد و توی همون سالم با ایشون ازدواج کرد و الان هم یه پسر و یه دختر دارن. نفر بعدی لیستمون الساندرا ویلگاس. الساندرا متولد 1 آپریل 1987 توی کشور فرانسه هستش که توی همون کشور فرانسه هم مجری تلویزیون. سال 2010 ایشون توی یه فیلم نقش داشتن و بازی کردن و توی سال 2012 هم توی رابطه عاشقانه با آقای دنیر سارکاس رفتن. تا سال 2023 ایشون ثروتی نزدیک به 5 میلیون دلار داشتن و در حال حاضر هم رابطه‌ای با کسی ندارن. راسته اگه قصد ازدواج دارید زودتر بشه تابید که از دستتون نره. نفر سوم لیستمون میگن ماری کلی متولد آمریکا و یه مجری تلویزیون و صاحب نظر سیاسی. از سال 2004 تا 2017 برای شبکه فاکس نیوز کار میکرده و در حال حاضر هم مجری شبکه NBC نیوزه. ایشون توی سال 2014 به عنوان یکی از 100 تا چهره تاثیرگذار 2014 معرفی شدن. پدرش استاد دانشگاه و مادرش خونه‌دار بوده و یه فیلم به اسم بامشل ساخته شده که داستان زندگی ایشون رو روایت میکنه این فیلم و اگه ندیدید ببینید حتما. نفر چهارم لیستمون آنا کویمن که یه مجری تلویزیونی آمریکایی و یه وبلاگ نویس در زمینه تناسب اندام، مسافرت و سبک زندگیه. مصاحبه ایشون با دونالد ترامپ و سایر نامزدهای انتخابی ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا مورد توجه آمریکایی‌ها قرار گرفت و از اونجا بود که ایشون خیلی معروف شد. ایشون علاوه بر این که مجری توانمندی هستند، چندین تا پوشش زنده قابل توجه مثل حملات تروریستی در سن برناردینیو و گردبادهای ویرانگر و پولاک قدرتمند آمریکای شمالی سال 2015 را هم دارند. نفر پنجم لیستمون جیجی استونگوتس آمریکایی که متولد 15 اکتبر سال 1979. ایشون گوینده و مجری ABC نیوز بودن و یه مدت هم توی برنامه ایرلی تودی که یه چیزی تو هم مایه‌های صبح خیر ایران خودمونه مجریگری میکردن. ایشون گوینده قسمت اخبار فوری ABC نیوز هم بودن و از مهمترین اخبار فوری هایی که ایشون گفتن به مرگ بن لادن میشه اشاره کرد که ایشون اخبارشو گفتن. میرسیم به نفر ششم لیستمون یعنی خانم کریل هیکی متولد 1976 توی کانادا. این بانوی زیبا از 17 سالگی مشغول به کار بوده و وقتی که فهمیده که علاقه زیادی به گزارشگری داره به لندن رفته و اونجا هنرهای تلویزیونی رادیویی رو شروع کرده به یادگیری. این سال 2008 با یه تهیه کننده برنامه‌های ورزشی ازدواج کرد و توی سال 2009 هم اولین فرزندش رو به دنیا آورد. نفر هفتم لیستمون که احتمالاً میشناسیدش و دیدینش یانت گارسیا مکزیکی که یک گزارشگر هواشناسی هستش و به خاطر مدلینگ و ورزشکار بودنش هم مورد توجه خیلی از کاربرای شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. متولد 14 نوامبر 1990 در مونتری مکزیک. شروع کارشون به عنوان یه مدل بود و بعد از اینکه به عنوان گزارشگر هواشناسی معرفی شد خیلی زود به خاطر پوشش ورزشکاری و اجرای خاصش مورد توجه بینندگان مکزیکی قرار گرفت.
دیگه کم کم داریم به جای خوبش میرسیم. نفر بعدی لیستمون خانم دلیتا لئوتا، گزارشگر و مجری زن فوتبال کشور ایتالیا. دلیتا خانم مجری پخش برنامه ورزشی سری آی ایتالیا از شبکه DAZN از فصل 2018-2019 به بعده که از این طریق تونسته مخاطبای زیادی رو جذب کنه. ایشون علاوه بر مجریگری تلویزیون، مدل، سازنده محتوا و ستاره تیک تاک، مد و انتشار سبک زندگی و بلاگر و گزارشگر روزنامه‌نگار هم هست. نفر نهم والریا گاوریلوفسکایا، واقعا فامیلی سختی داره. متولد مارچ 1988 توی بریانسک روسیه. وقتی که توی بچگی اطرافیانش و خانواده‌اش دیدن که ایشون علاقه زیادی به داستان خوندن و کار کردن با دوربین و یه سری کارهای روزنامه‌نگاری داره، کم کم به این سمت رفتن که ایشون رو به سمت علاقهش ببرن و از اونجایی که مادرش هم توی یک شبکه تلویزیونی کار میکرد تونست که دختر خودش رو به این کار معرفی کنه. نفر آخر لیستمون خانم ارین برنز، روزنامه‌نگار و گوینده اخبار اسکاتلندی. شروع فعالیتشون از سال 2003 به بعد بوده و سابقه فعالیتش به عنوان مجری و گوینده اخبار توی کانال‌های CNBC، MSNBC، NBC و CNN بوده. در حال حاضر مشاور دونالد ترامپ و یکی از اعضای شورای روابط خارجه است. ایشون به خاطر تمرکز خیلی زیادی که به گزارشگری در خاورمیانه داشته به سوپر استار بین المللی معروف شده که گزارش‌های از مصر و ایران و عراق و اسرائیل و لبنان و فلسطین تهیه کرده. ممنون از اینکه وقتتون واسه